حیدر ابن کاووس الافشین، شاهزاده اسروشنه استرافشن کنونی، در زمان ورود مسلمانان به سغد زمین که یکی از تاجیکان مشهور در دستگاه خلافت مأمون و معتصم عباسی هم بود، شخصیتی بسیار مرموز و پرماجرای است و در حالی که بسیاری از مورخان و محققان از او به عنوان یک قهرمان یاد می‌کنند، اما در این میان پژوهشگران هم هستند که معتقدند افشین به خاطر دریافت سهم خود در حکومت فرارود دوران عباسیان حاضر به هر گونه همکاری با عباسیان بود. بنا بر روایت تاریخی، مدت پس از صلح میان کاووس پدر افشین و خلیفه مأمون، کاووس دوباره سر به مخالفت برداشت، اما فرزندش افشین به بغداد رفت و خلیفه را برای فتح استرافشن برانگیخت و ضمناً راهی آسانی ورود به شهر را به او نشان داد. روایت بلازری نشان می‌دهد که افشین پیش از این اقدام با پدرش اختلاف داشت و حتی مدت پنهان از او میزیست و پیش از آمدن به نزد مأمون به دین اسلام گرویده بوده است. البته برخی از پژوهشگران معتقدند که اسلام افشین ظاهری و شکلی بوده و او تا آخر به آیین اسلام نگرویده بوده است. به هر حال لشکری گران با سرداری احمد ابن ابو خالد از سوی خلیفه مأمون با توجه و راهنمایی افشین به استرافشن یورش آورد. گرچه کاووس از هیتالیان یاری طلبید، اما سرانجام ناچار به تسلیم شد و به بغداد رفت. در آنجا بنابر سیاست مأمون درباره نجیب زادگان تاجیک که ایشان را مطیع می‌کرد و می‌نواخت و حتی بر زادگاه‌های خود فرمانروایی می‌داد، مورد نوازش قرار گرفت. این روش موجب شد که تا تصریح منابع بیشتر لشکریان خلافت در آن زمان از اهالی ورزرود باشند. به هر حال مأمون در اجرای سیاست یاد شده کاووس را دوباره به منطقه استرافشن حاکم گردانید و افشین را نیز جانشین او قرار داد. روایت بلازری و قدامه که گویا عمده مطالب خود را از ابو عبیده گرفتند بسیار مختصر است و تصویر روشنی از سبب اختلاف افشین با پدرش به دست نمی‌دهد. اما از آن داستان میتوان حد زد که احتمال فضل برادر افشین نزد پدر جایگاهی بلندتر داشت و جانشین او بوده است، اما افشین با سبب همکاری با مأمون جانشین پدر را به دست آورد و تا پایان زندگی مقام خویش را در ورزرود حفظ کرد. پس از صلح کاووس با خلیفه مأمون، افشین با آنچه جانشین پدر شده بود اما در دربار خلیفه مأمون حضوری مستمر داشت، زیرا مقارن سرکوب شورش ابن عایشه در حدود سال 825 از حضور افشین در جمع فرماندهان ارشد یاد شده است. در حدود سال 830 میلادی هم که گروه از اعراب و قطبیان مصر سر به شورش برداشتند، آن اندازه اعتماد به افشین وجود داشت که خلیفه او را به سرکوبی آن گسیل کرد. افشین در سال 830 به مصر آمد و به فرو نشاندن شورش مشغول شد. وی به یکی از شهرهای شورش لشکر کشید و همه را سرکوب کرد و سپس در اسکندریه جایگاه گرفت تا خلیفه خود به مصر رسید. در سال 835 میلادی در روزگار خلافت معتصم عباسی برادر مأمون، مأموریت افشین برای سرکوب شورش بابک خرمدین پیش آمد. کامیابی افشین در این مأموریت از سوی مایه شوکتی او و از سوی دیگر موجب شگفتی شد. جنبش بابک خرمدین در ناحیه امروزه آذربایجان از حدود سال 816 میلادی آغاز شده بود و لشکریان خلیفه همواره از سرکوب جنبش او ناتوان بودند. در ماه ایون سال 835 میلادی افشین در سمت فرمانروایی آذربایجان از سوی معتصم عباسی مأمور سرکوب بابک شد. سپردن چنین مأموریت به افشین می توانست برای عباسیان مایه دردسر بسیار شود، زیرا بیشتری لشکریان افشین را از اهالی تاجیکان ورزرود بودند و اتحادی میان افشین و سپاهیان بابک خرمدین قطعاً پایه های خلافت عباسی را به لرزه می افکند.
چون که نمونه مشابه سالیان بعد در ماجرای بیعت با عباس ابن مأمون پیش آمد. بنابراین می توان گفت که عباسیان با سبب که معلوم نیست دستی کم تا این زمان به سرسپردگی افشین اطمینان داشتند. به هر حال افشین با سپاه روان آذربایجان شد و نخست در ناحیه برزند اردو زد و سپس به ساخت و تهیه استحکامات نظامی پرداخت و بعضی از فرماندهان ارشد را به نقاط دیگر گسیل کرد. در نخستین درگیری ها افشین کامیابی های کسب کرد. وی در سال 836 توانست یک دو تن از متحدان بابک را سرکوب کند. دامنه نبرد بیشتر با سبب نامساعد باد و هوا و وضع منطقه به میانه های سال دیگر نیز کشید و شاید بدین سبب عباسیان به افشین بدگمان شدند و بیم داشتند که میان او و بابک اتحاد صورت گیرد. به هر حال سرانجام در رمضان سال 837 افشین توانست با فتح‌های قدم به قدم به قلعه بدر جایگاه بابک دست یابد، اما بابک از معرکه به سوی ارمنستان گریخت و در مرغزار پنهان شد. افشین از طریق جاسوسان خود از نهانگاه وی آگاهی یافت و آنجا را به محاصره درآورد. نخستین حیله برای دستگیری بابک ارائه اماننامه از سوی معتصم بود، اما بابک نپذیرفت تا سرانجام به حیله سهل ابن سنباد الارمنی که به بابک پناه داده بود دستگیر شد. از برخی از روایات تاریخی چنین برمی آید که رفتار افشین با بابک در زمان اسارت او بزرگوارانه بوده است. افشین در حالی که بابک و یاران اصلی او را به اسارت داشت در سیومین ماهی سال 838 به شهر سامیرا وارد شد. سرکوبی بابک به دست افشین چنان خلیفه را خشنود کرد که گفتند بر سر او تاج نهاد و جواهر و اموال بسیار به او بخشید. چند تن از شاعران دربار عباسی و از همه بیشتر ابو تمام در مدح افشین و ستایش از این فتح اشعار بسیار سرودند. حتی ابو تمام او را به فریدون در قیاس آورد. اندک پس از سرکوبی بابک فرمانروای روم به منطقه از شام هجوم آورد. این بار خلیفه برای رهایی از شر فرمانروایی رومیان که گفتند به تحریر بابک دست به تحرکات میزد، خود فرماندهی کل لشکر را به عهده گرفت و افشین را زیر دست خویش قرار داد، زیرا شکوه افشین به ویژه پس از سرکوبی بابک خیلی زیاد شده بود. به هر حال خلیفه اموریه را فتح کرد و افشین هم فرمانروای روم را شکست و فرمانروا از برابر افشین که شاید می توانست او را دستگیر کند، اما می گفت او پادشاه است و پادشاهان رعایت یکدیگر را می کنند گریخت. ملاحظه برخی نکات در لابلای گزارش های تاریخی چنین نشان می دهد که برخی از نزدیکان افشین در لشکر خلیفه درباره این جنگ و گریزها در پی هدف خاصی بودند و دستی کم یک حادثه نشان داد که حضور شخصی خلیفه در این لشکرکشی به دلیل نبوده است. طبق روایت ظاهرا حتی پیش از فتح اموریه شماری بسیاری از لشکریان خلیفه با عباس ابن مأمون که ادعای خلافت داشت و از آغاز زمامداری معتصم برخی از بزرگان لشکر به او تمایل نشان می‌دادند به خلیفت بیعت کرده بودند. قصد داشتند فرصت مناسب خلیفه و دیگر بزرگان لشکر چون اشناس ترک رقیبان افشین را به قتل رسانند. همراهان اصلی این تفتیه بیشتر از اهالی تاجیکان ورزرود و از نزدیکان افشین بودند و با اینکه نقش آشکاری از افشین در این تفتیه دیده نمی شود، اما بعید به نظر می رسد که بدون هماهنگی با او طرح ریزی شده باشد. سرانجام راز تفتیه برملا شد و عباس که معتصم او را تحت اختیار افشین قرار داده بود و سپس دیگر سرکردگان نیز هر یک به نوع هلاک شدند. قتل بیشتر سرکردگان لشکر و غالباً تاجیکان فرغانه موجب ناتوان شدن نیروهای طرفداران افشین شد و می توان گفت که افول شوکت او از این هنگام آغاز گردید.
از حدود سال 839 میلادی که معتصم به سامیرا بازگشت و برای کاستن از شکوه و شوکت افشین و سرانجام حذف او دست به اقدامات زد. جزئیات این اقدامات در منابع تاریخی به تفصیل ذکر شده است. نخست باید به قیام مازیار دهقان ناحیه طبرستان اشاره کرد که پس از پرداخت خراج به عبدالله ابن طاهر حاکم خراسان خودداری ورزید. طبق نقل بعضی از تاریخ‌نگاران گویا در این کار تحریک افشین به اثر نبوده است، زیرا افشین از دیرباز طمع در ولایت خراسان داشت و چون احساس کرد که روابط عبدالله ابن طاهر با خلیفه چندان خوب نیست، مازیار را به قیام خواند و پنداشت که چون عبدالله ابن طاهر از سرکوبی مازیار فرو خواهد ماند، خلیفه او را به ناحیه گسل خواهد کرد. بعدها چنان که منابع تاریخی میگویند وقت افشین را با مازیار روبرو کردند، مازیار به مکاتبه برادر افشین با برادر خود اقرار کرد. ماجرای عداوت میان افشین و ابودولف اجلی که دشمنی میان آن دو از زمان جنگ بابک آغاز شد و گفتند افشین قصد جان او کرده بود و دست احمد ابن ابو داود در این قضیه در بی‌اعتمادی خلیفه به افشین مؤثر افتاد. همچنین در سال 839 میلادی منکجور یکی از فرمانروایان افشین و برادرزن او و نایب افشین در آذربایجان بر خلیفه شورید و افشین نیز یکی از فرماندهان تاجیک خود را ابو ساج را به مقابل او فرستاد، اما خلیفه هر دو را آلات دست افشین در شورش بر ضد خود می‌دانست و برای محو او دست به کار شد و در نخستین اقدام افشین را از شغل فرماندهی نگهبانان عزل کرد. در سال 840 میلادی افشین خلیفه را به خانه مجلی خود در سامیرا دعوت کرد. خلیفه با شماری از سپاهیان خود روانه شد و بر روایت ابن اسفندیار افشین کسانی را در پس پرده گذاشته بود که تا چون معتصم فرو نشیند از جانب درآیند و شمشیر درو بندند. گفتند که افشین خبری چنین تفتیه را به اطلاع مازیار رسانیده بود و عبدالله ابن طاهر اقرار مازیار را به این موضوع به شتاب به خلیفه آگاهی داده بود. بنابراین خلیفه افشین را در دم دستگیر کرد و دستور داد خانه او را آتش زنند و اموال را به غارت برند. افشین را دست بسته به زندان بردند تا مازیار رسید، اما روایت طبری نشان می‌دهد که معتصم در نیمه شب از قصد فرار افشین به ورزرود آگاهی یافت و در همان هنگام دستور داد تا او را به حضور آورند و سپس به زندان بردند. درست یک روز پس از دستگیری افشین، خلیفه جلسه محاکموی با حضور نزدیکان خود با ریاست محمد ابن عبدالملک تشکیل داد و مازیار را نیز که اندک پیش به سامیرا وارد شده بود با همراه چند تن دیگر حاضر کردند. اتهاماتی که در این مجلس محاکمه بر افشین وارد شد بسیار جالب است. به ویژه یکی از مدعیان یک موبد تازه مسلمان بود. به افشین گفته شد که چرا در خانه خود کتاب آراسته با گوهرها کنایه از اثر از غیر مسلمانان نگاه می دارد. سپس موبد تازه مسلمان گواهی داد که افشین گوشت حیوان خفه کرده و نه به طریق اسلامی ذبح شده می خورد و سنت ختنه بر او عمل نشده است. سپس مازیار را پیش آوردند، گرچه افشین انکار کرد که او را می شناخت یا به او مکاتبه داشته است، اما مازیار گفت که برادر افشین خواش با برادر مازیار کوهیار مکاتبه کرد و در این ضمن ناسزا به بابک گفته بود که باید دین را به دوران عجم بازگرداند. همه این اتهامات در حضور دربار به افشین بسته شد و معلوم نیست تا اینها تا کجا پایه اساسی دارند. به هر حال افشین به یک این اتهامات پاسخ داد، اما روشن بود که این مجلس برای شنیدن پاسخهای او فراهم نشده است و سرانجام یکی از سرکردگان دستگاه خلافت افشین را به خواری بیرون برد و زندان کرد.
افشین در مدتی که محبوس بود کوشید دوباره نظر معتصم را جلب کند، اما سود نبخشید و پس از حدود 9 ماه حبس در سال 841 شاید به سبب گرسنگی یا حتی زهر همانجا از پای در آمد. جنازه او را نخست برای بازدید عموم به دار کشیدند و سپس سوختند و خاکستر آن را به دریای دجله ریختند. شوکت افشین در دستگاه خلافت عباسی خدمات او به این خاندان و سپس سرنوشت شومی که در پایان یافت مایه حیرت بسیار بوده است. در همان زمان قاضی احمد ابن ابو داود در گفتگو با خلیفه افشین را به ابو مسلم خراسانی تشبیه کرد. محققین افشین و بابک خرمدین و مازیار را سه شاخه یک را به هدف احیای روزگاری باستانی ایران زمین قلمداد می‌کنند. تردید نیست که در آن روزگار کسان به ویژه آنهایی که از خاندان پادشاهان بودند می‌کوشیدند تا قدرت را از دست عرب‌ها باز ستانند و دولت مرکزی همچون شاهنشاهی ساسانیان برپا دارند یا دستی کم استقلال ناحیه تحت تسلط خود را که سابقه آن به روزگار کهن باز میگشت حفظ و یا تجدید کنند. این گفته به مازیار منسوب است که میگوید من و افشین و بابک هر سه از دیرباز عهد و بیعت کرده ایم بر آن که دولت از اعراب باز ستانیم و ملک و جهانداری به خاندان خسرویان کنیم. با این همه چنان که دیدیم بابک به دست افشین سرکوب شد و همکاری او با مازیار نیز در پرده ابهام است. بنابراین نمیتوان ایشان را نه از حیث شیوه ها و نه اهداف هم سودید. البته این اندازه درست است که این قیام ها و تلاش ها رنگ ضد عربی داشتند و نه لزومی ضد اسلامی، چنان وقتی که برادر بابک را برای مجازات به دست یک ایرانی از ناحیه تبرستان سپردند گفت خدایا را سپاس که قتل من به دست دهقانزاده صورت میگیرد. همچنین با توجه به پاره از روایات تاریخی از جمله سبب عداوت میان افشین و ابودولف اجلی دشمنی وی با عنصر عرب آشکار است. با توجه به این قرائن برخی محققان حدس زدند که افشین همچون طاهریان در اندیشه برپای یک دولت ایرانی بوده است. اگر این روایت طبری درست باشد که افشین قصد داشت پس از فرار از مرکز خلافت در بلاد شمالی ایران و ورزرود در میان اقوام گوناگون به تبلیغ اسلام بپردازد، میتوان گفت که وی شاید قصد داشته است با تمسک به دیانت اسلام اهداف خود را به پیش ببرد و تفاوت اصلی او از طاهریان در آن می باشد که طاهریان مشروعیت سیاسی خود را از خلافت می گرفتند.